همین الان با یه استاد دانشگاه آمریکا، یک از دانشگاه آمریکا، حتی اسم دانشگاهش یادم نمیاد الان، با میدونم توی پنسیلوانیا بود، مصاحبه داشتم و به معنی واقعی کلمه ریدم. واقعا ریدم یعنی شما شاید فکر کنی شوخی دارم میکنم. فقط قیافه یارو باید نگاه میکردید وقتی من انگلیسی صحبت میکردم، پشماش ریخته بود. شما حساب بکن طرف هندی بود خودش. ببین من چقدر داغون صحبت میکردم که اون استاد دانشگاه کرک و پرش ریخته بود. اصلا حالم خوب نیست. اصلا حالم خوب نیست. یعنی گند زدم. گند زدم. اصلا نمیدونم. فکر کن طرف این همه وقت گذاشته، جواب ایمیل تو داده، بعد قبول کرده باید مصاحبه بکنه، بعد اینجوری گند بزنی. بعد چی تو دانشگاه آمریکا، بعد به یکی از رزومات هم خوشم اومده فلان و اینا، بعد تو خب بیشعور چرا انقدر استرس داری؟ تو که میتونی این آدم صحبت بکنی، چرا انقدر استرس داری؟ آفول یعنی چی؟ من وسط مصاحبه گفتم my English language is awful. یه لحظه واسین، ببخشید من همین الان یادم اومد my English language is awful. awful. خدا رو شکر بعد نگفتم اینو. گفتم فوشموش نباشه یه دفعه وسطش گفتم awful یعنی بد، ناخوشایند. گفتم توی صحبتام، گفتم که دارم سعی میکنم زبانمو خوب بکنم. بچه حالم خیلی بده جدا، ببخشید. اینکه چجوری این استاد رو گیر آوردیم، یعنی در واقع مصاحبه، وقت مصاحبه گرفتم باهاش، مکاتبه کردم با اساتید دانشگاه و ایشون جوابمو داد. یکی دو تا دیگه استادم جوابمو دادن. اگه قرار باشه با همین زبان انگلیسی داغون بخوام صحبت بکنم فاجعه است. نکتهش میدونین چیه بچه ها؟ نکتهش اینه که تقریبا تمام این استادایی که بهم جواب دادن همشون متفق القول میگن اول ثبت نام بکن داخل دانشگاه، بعد الان این بدبختم با این حال که انقدر زبان انگلیسی من داغون بود، گفت اول ثبت نام کن داخل دانشگاه. شما حساب بکن تا این مرحله بیای جلو، بعد زبان انگلیسی داغونت باعث بشه که این شکلی کرک و پرش بریزه. شروع کنید به ایمیل زدن از الان. به نظر من بچه استادتون رو پیدا بکنید. یعنی الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم فروردین 1403 هستش. استادتون رو پیدا بکنید و بعدش میتونید در واقع برای بقیهش بخشید گوشی من زنگ خوردش، فهمیدم. برای بقیهش اقدام بکنم. استادتون رو پیدا کن. اصلا به این فکر نکنید که نه حالا بذار داخل دانشگاه. نه، اگه فول فاند میخواید بیاید. اگه فول فاند نمیخواید بیاید یه داستان دیگه است. اون باید مستقیم دانشگاه اقدام بکنم. قبلش باید در واقع، ببخشید من حضور ذهن اصلا ندارم. اصلا حضور ذهن ندارم. خدا سر شاهده خیلی بد بود بچه ها. به خدا خیلی بد بود. شما نمیدونید زمانی که یه مصاحبه میکنید و گند میزنید چقدر حس بدی بهتون دست میده. اونم چی؟ با یه دانشگاه آمریکا که خیلی دوستش داری، حتی اسمشم یادم نیست الان. اسمش چی بود؟ یادم خدا شاهد شوخی نمیکنم یادم نمیاد اسمش حتی. چی رشته
حاجی کرکوپرم، حتی اسم رشتهش هم یادم نمی آلزایمر گرفتم. ببینید من میگم شما ببینید رشتهش چی بود، تلفیق کامپیوتر بود با پزشکی، یعنی چی میشد فارسیش؟ میشد محاسبات زیستی همچین چیزی، نمیدونم. شما حساب بکن تا اینجا بیای بعد اینجوری گند بزنی برای انگلیسی. ایمیل بزنید دوستان، از همین الان شروع کنید به ایمیل زدن و یادتون باشه لطفا کار کردن با نرم افزار زوم هم یاد بگیرید. اینا بیشترشون تو زوم مصاحبه میذارن. اشکال نداره. این بارم گند زدم اما قول میدم دفعه بعدی رو بهتر برم جلو. اوه راستی یه چیز دیگه، الان دارم مکاتبه که میکنم دانشگاه انگلیس هم دکترای مستقیم میدن ها. نه حداقل به من که گفتن که یکی دوتا از دوستاداش اوکی دادن و اینم جالبه. انگلیس هم میده بچه، در جریان باشید این موضوع رو. قربونتون، مهدی هستم، یک بدبخت که گند زده تو مصاحبهش. این ویدیو هم بمونه اینجا یادگاری. قربون شما، فعلا.